یکی دیگرش انشاءالله خدا خواهد و شابان متحبان فی الله، دو جوانی که برای خدا دوست میشوند، برای دنیا نه، برای مال نه، برای چیز نه، برای چهره نه. امروز میدونید دوستان منصبت بلندتر باشد همه زمین رو بچسبند و فقط دنیاگه میتید، زمین میتید، یک روبر رئیس باشی خداخت، پول میتید، چیزی میتید، کارخونه میتید، یا برای زن دوست میشه یا برای دختر دوست میشه. این دوست نه، همان دوسته که فقط برای خدا میشه و کدام حالت بوده نیمه مونده اعتبار نیست. و بایه می بگاتی می خداخت پول داره می حکیمه میگیم که گنرال می مونده اعتبار نیست. فقط دوستی حقیقی انشاءالله باشه شیطان باید دشمن بداره خدا خواهد انشاءالله. حتی 7 طایفه که گفتم در دوزخ در روز قیامت سایه عرش جاش میته، یک کس دو جوانه که فقط برای خدا دوست میشه، برای خدا، برای پول نه، برای مال نه، برای چیز و چاره نه، برای الله انشاءالله خدا خواهد دوست میشه. منو مکافات در پیش است. حتی الله هم دوست میداره شما را خدا خواهد انشاءالله.